10 غذای سرطانزا که نباید بخورید. آیا میدونستید علاوه بر ژنتیک و انتخاب‌هایی که در زندگیمون داریم، غذاهایی که میخوریم هم میتونن توی ایجاد بیماری سرطان نقش داشته باشند؟ توی این ویدیو 10 مواد غذایی سرطانزا رو به شما معرفی میکنیم که اگه میخواید زندگی سالمتری داشته باشید، باید از اینها اجتناب کنید یا مصرفشون رو به حداقل ممکن برسونید. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید چون مطمئنم توی برنامه غذایی روزمره شما هم این موارد هستش، پس بهتره باشون آشنا بشید تا بتونید مصرف اونها رو به حداقل برسونید. اولین مورد گوشت‌های فرآوری شده. گوشت‌های فرآوری شده مثل هات داگ، بیکن و گوشت‌هایی که توی اغذیه فروشی‌ها وجود دارن از مواد غذایی مضر هستند. این مواد غذایی با افزایش خطر ابتلا به چندین نوع سرطان مثل سرطان روده بزرگ و سرطان لوزالمعده مرتبط هستند. علاوه بر اون این گوشت‌ها اغلب حاوی مقدار زیادی سدیم و چربی اشباع شده هم هستند که میتونه باعث پیشرفت سرطان بشه. بهترین کار برای کاهش مصرف گوشت‌های فرآوری شده اینه که مصرف اونها رو به حداقل برسونیم یا اصلا از خریدشون اجتناب کنیم و به جای اون از گزینه‌های سالمتری برای منابع پروتئینیمون استفاده کنیم، مثل گوشت‌های بدون چربی، ماهی و گزینه‌های گیاهی. مورد دوم غذاهای سرخ شده، مثل سیب زمینی سرخ کرده و مرغ سرخ کرده. وقتی غذاها زیاد سرخ بشن، خطر ابتلا به چندین نوع سرطان افزایش پیدا میکنه. سرخ کردن زیاد غذاها ترکیبات مضری مثل آکریل آمید رو تولید میکنه که همین ترکیبات باعث سرطان‌های مختلف مثل سرطان کلیه و تخمدان میشن. علاوه بر اون غذاهای سرخ شده معمولاً دارای چربی‌ها و کالری‌های ناسالم هستند که میتونه باعث چاقی و مشکلات دیگه سلامتی بشه و همین چاقی هم خطر ابتلا به سرطان رو بیشتر میکنه. برای کاهش این خطر بهتر مصرف غذاهای سرخ شده رو به حداقل برسونید و محدودش کنید و از جایگزینش مثل غذاهای آبپز، بخارپز یا گریل شده استفاده کنید. مورد سوم قند و شکر. مصرف زیاد قند و شکر اصلا خوب نیست. غذاهایی که پر از قند هستن میتونن با انواع مختلفی از سرطان مثل سرطان سینه مرتبط باشن. قند میتونه باعث رشد سلولهای سرطانی بشه، باعث التهاب در بدن بشه که همین التهاب میتونه به پیشرفت سرطان منجر بشه. وقتی ما زیاد قند مصرف میکنیم بدنمون انسولین بیشتری میسازه که این باعث میشه سلولهای سرطانی بیشتری رشد کنن. پس بهتره قند مصرفیمون رو محدود کنیم و به جای اون غذاهای سالم مثل میوه ها، سبزیجات و غلات کامل رو بخوریم. این غذاها حاوی قندهای طبیعی هستند و مواد مغذی و فیبرهای مهمی رو به بدنمون میدن. با این روش میتونیم خطر ابتلا به سرطان رو کاهش بدیم. مورد چهارم شیرین کننده های مصنوعی. این شیرین کننده ها مثل آسپارتام، ساخارین و سوکرالوز که به عنوان جایگزینی برای شکر توی تولید انواع آب نبات ها، شکلات ها، نوشابه های قندی و انرژیزا استفاده میشن. موضوعی که دربارش بحث هستش اینه که آیا این شیرین کننده ها ممکنه با سرطان ارتباط داشته باشن یا نه. طی تحقیقاتی که تا به حال شده شواهد قطعی برای این موضوع پیدا نشده، اما برخی مطالعات روی جانوران نشون داده که ممکنه رابطه احتمالی وجود داشته باشه. به علاوه شیرین کننده های مصنوعی میتونن به مشکلات دیگه‌ای مثل دیابت و چاقی که خطرآفرین هستند کمک کنند. اگه دنبال جایگزینی برای شیرین کننده ها هستید میتونید از شیرین کننده های طبیعی مثل شربت افرا و عسل استفاده کنید که کمتر فرآوری شده هستند و حتما گزینه ایمن‌تری هستند. مورد پنجم نوشیدنی های گازدار. نوشیدنی های گازدار مثل سودا و سایر نوشیدنی های شیرین مثل نوشیدنی های ورزشی و نوشابه های انرژیزا
با افزایش خطر ابتلا به چند نوع سرطان از جمله سرطان سینه، روده بزرگ و پانکراس ارتباط دارند. این نوشیدنی‌ها دارای مقدار زیادی قند و کالری هستند که میتونن به چاقی و سایر مشکلات سلامتی هم منجر بشن. علاوه بر این نوشیدنی‌ها اغلب شامل مواد شیمیایی مضر مثل رنگ‌های مصنوعی، رنگ کارامل و شیرین کننده های مصنوعی هستند. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان بهتر مصرف نوشیدنی های شیرین رو محدود کنید و گزینه های سالم تری مثل آب، چای بدون شکر، شیر کم چرب و دتاکس واترها رو جایگزینشون کنید. مورد ششم روغن های هیدروژنه. این روغن ها که به عنوان چربی های ترانس هم شناخته میشن با افزایش خطر ابتلا به چند نوع سرطان مرتبط هستند. این روغن‌ها به طور معمول در مواد غذایی فراوری شده مانند محصولات پخته، غذاهای سرخ شده و خوراکی‌ها یافت میشن. هیدروژن شدن یک فراینده که روغن‌های مایع رو به صورت جامد تبدیل میکنه و اونها رو پایدارتر و عمر مفیدشون رو افزایش میده. با این حال در طول فرایند هیدروژن شدن چربی‌های ترانس تشکیل میشه. این چربی‌ها میتونه سطح کلسترول بد رو افزایش بده و باعث التهاب در بدن بشه. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان بهتر از مواد غذایی حاوی روغن‌های هیدروژن خودداری کنید و گزینه‌های سالم‌تری مثل مواد غذایی حاوی چربی‌های سالم مثل روغن زیتون، آووکادو و مغزها رو انتخاب کنید. مورد هفتم آرد سفید. شاید براتون عجیب باشه که آرد سفید جزو مواد غذایی که مصرف زیادش ممکنه باعث سرطان بشه. مواد غذایی ساخته شده با آرد سفید مثل نان سفید و ماکارونی باعث افزایش خطر ابتلا به چند نوع سرطان از جمله سرطان روده بزرگ میشن. دلیلش هم اینه که آرد سفید در طول پروسه فراوری شدن از مواد مغذی و فیبرها خالی میشه و میتونه باعث التهاب و مشکلات سلامتی بشه. علاوه بر این آرد سفید اغلب به محصولات فراوری شده مثل بیسکویت ها، کوکی ها و کیک ها اضافه میشه که میتونه خطر سرطان رو بیشتر کنه. برای کاهش خطر سرطان بهتر جایگزین های سالمتر مثل نان و ماکارونی که از آرد گندم تشکیل شده رو انتخاب کنید که مواد مغذی و فیبر توش وجود داره و میتونه باعث کاهش التهاب و کمک به سلامتی بشه. مورد هشتم گوشت قرمز. گوشت قرمز مثل گوشت گاو، گوشت خوک و گوشت بز باعث افزایش خطر ابتلا به چند نوع سرطان از جمله سرطان پروستات میشه. دلیلش هم اینه که گوشت قرمز حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده است که میتونه باعث التهاب در بدن بشه. علاوه بر این گوشت قرمز حاوی مقدار زیادی آهن خونه که اگر به صورت زیاد مصرف بشه میتونه بافت داخلی روده رو باعث آسیب کنه و خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رو بیشتر کنه. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان بهتر مصرف گوشت قرمز رو محدود کنید و از منابع پروتئینی کم چربتری مثل ماهی، مرغ یا پروتئین‌های گیاهی مثل لوبیا و حبوبات استفاده کنید. اما اگه بازم میخواید گوشت قرمز بخورید حتما قطعات کم چربترش رو انتخاب کنید و به شیوه سالم اونها رو طبخ کنید. مورد نهم غذاهای کنسرو شده. مواد غذایی کنسروی به ویژه اونهایی که خودشون اسیدی هستن باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان میشن. دلیلش هم اینه که پوشش بیرونی اکثر مواد غذایی کنسروی حاوی یه ماده به اسم بیسفنوله که میتونه به غذا نفوذ کنه و عملکرد هورمونی رو مختل کنه و به سرطان منجر بشه. علاوه بر این ممکنه مواد غذایی کنسروی حاوی مواد نگهدارنده و افزودنی هایی باشن که منجر به سرطان میشن. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان بهتر مصرف مواد غذایی کنسرو شده رو به حداقل ممکن برسونیم و از مواد غذایی تازه استفاده کنیم. ولی اگه حتما میخواید از کنسرو ها استفاده کنید بهتره به دنبال گزینه هایی باشید که در ظروف شیشه‌ای قرار دارند. و مورد آخر محصولات لبنی. مصرف زیاد محصولات لبنی مثل شیر، پنیر و ماست
و افزایش خطر ابتلا به چند نوع سرطان از جمله سرطان سینه، تخمدان و پروستات مرتبط هستند. دلیلش هم اینه که محصولات لبنی حاوی هورمون‌هایی مثل استروژن هستن که ممکنه به رشد سلول‌های سرطانی منجر بشه. علاوه بر این برخی محصولات لبنی به ویژه اونایی که حاوی چربی اشباع شده هستن میتونن باعث التهاب در بدن بشن که این التهاب میتونه منجر به سرطان بشه. با این حال مهمه که توجه کنید برخی از مطالعات نشون دادن که مصرف محصولات لبنی کم چرب ممکنه خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان رو کاهش بدن. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان بهتر محصولات لبنی کم چرب رو انتخاب کنید و مصرف محصولات لبنی با چربی بالا رو محدود کنید و جایگزین‌های شیر گیاهی مثل شیر بادام و شیر سویا رو توی رژیم غذاییتون حتما جا بدید. حالا ما 10 تا از مهمترین مواد غذایی رو که مصرف بیش از اندازه‌شون میتونه باعث ایجاد انواع سرطان‌ها در بدن ما بشه رو میشناسیم. به خاطر داشته باشید که یک رژیم غذایی سالم به همراه ورزش منظم و سایر انتخاب‌های سالم توی زندگی میتونه به کاهش خطر ابتلا به سرطان و بهبود بهداشت و رفاه کلی حال شما کمک کنه. با ایجاد تغییرات کوچیک و تدریجی توی رژیم غذایی و سبک زندگی خودتون میتونید کنترل بر سلامتی خودتون داشته باشید و خطر ابتلا به انواع سرطان و انواع بیماری‌ها رو توی زندگی کاهش بدید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه این سبک ویدیوها رو دوست دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید چون هر هفته چندین ویدیو مفید در مورد سلامتی جسم و روان توی کانال ما قرار داده میشه. نظراتتون رو برام کامنت کنید، من همشون رو میخونم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.